مرغ نمیخورین دکتر؟ مرغ نه؟ ششلیک؟ مرغ بخوریم مرغ باری میشیم ما باید که گوه کنیم یا خرس کنیم خوب باید باشه مثلا خوب پرواز خوب باید باشیم گوشت دیگر گوشت خوب بیارید بابا گوشت خرس بیارید نمی اوش نمیخوریم اوش نمیشن چطور میخوریم بجوشن مای خلیج فارس از اینجا تا دبی با راه آبی 2 ساعت وقت اما که خیلی جای دیگه نیامور بینیم کم کم پول جمع کنید سفر سوال بکنید هم کردم جوان دیدم ملک پیری جوان دیدم ولی ای ملک آزادم و رفتی تو از یادم وطن فراموش نکنید وطن به خدمت کنید یاردم کنید سرپل باشید کوههای تاجیکستان جای خورش بسیار درخت‌های آورده شیرانه تمام باغ‌ها برنامه شما بشد هر یک سوی کاری که بیرون از وطن از سرپل دارد برای استفاده کردنش نمیدونم ما توصیه می‌کنیم اتفاق نویسنده های بین‌المللی و طبیبان اساسا برنامه ما حفظ طبیعت هم هست باید که ما طبیعت اگر زیبا کنیم خوشرو کنیم تمامی مملکت دنیا می‌بیاد برای که کوههای ما کوههای بلندترین باد هوای تازه آب تازه اساسی حیات انسان این سالم بودن است برای همین من سیر و سوار کردم ما دوستان زیاد پیدا کردیم حاضر در همین حضوری ما من از بخارای شریف من از دوشنبه اینجا از تاشکند من اینجا از اسکندرکل من اینجا رابلت ما همدان من همه آدم ها دوستی ما بین خود یک یارو برادر شدیم دوستا شدیم که ما بخارا رویم برادر عزیز ما پیشواز میگیرم راه بلند میشن رفت و آمد زیاد میشن همه آینده آسایشگاه دکتر طاهر با آمده استراحت بکنن مردم زیادتر دمای عینی میدارن رفت و آمد شود جمعیت پیش میرد سلامتی نظم میشن پول رو استفاده کردن در کار پول رو جمع کردن در کار نیست پول باید با آدم ها خدمت کند رفت و آمد کار ما آسان کند پول جمع کرده بعضی آدم ها میمونن هفته میرن مرده میرن و پول به درد هیچ کس نمیخورند البته من همین برای که همین روز یافتید خورسندی کنید مبلغ گذاری کنید در جای آباد کنید این است برنامه ما و تمام مردم هدایت میکنیم که یکدیگر دستگیری کنند از آن جمله وقتی که مردم چینقتی خوردن گفتیم ما هر چقدر باشیم مردمی کمبغلتر یاردم میکنیم مبلغ گذاری میکنیم اونا آباد شدن با ما هم رفت و اومده ما زیادتر میشن اونا برای همین بین ایران و تاجیکستان علاقه ویزا برهم خورد بین تاجیکستان قرقیزستان من یک خدمتی بزرگی پرزیدنتی ما مثلا همین ازبکستان و قرقیزستان راههای کشادن علاقه اقتصادی تاجیکستان خیلی بلند رفت سودا زیاد شد دوستی بین خلقها زیاد شد من همه رفت و اومدها یکدیگر شود آدم ها میبینن یک کجا چی هست من یک گروبایی نویسنده که میان آدمان شورش و سودا میان آدمان تقسیم دنیا خورد شخصی سری شخصی دیگر را که گویا او نمیمیرد دنیا یکان کس جهانگیر نشده است یکان کس پولش حوالای خودش به آن طرف دنیا یعنی به گورستان نبرده است اگر پولهاشوی میبردن اگر البته در اونجا با سودا میکردن با سلامتیشو برقرار میکردن افسوس که نه پول نه مال نه زر سلامتی نصب کرده نمیتواند سلامتی از خوردی آدمای آموزاندن در کار طرز معامله درست معاشرت بین آدم با فرا خوردن طبیعت حفظ کردن من همه عامل هایی که سلامتی به تاثیر میکند برای آدم یاردمی کلام میکند ما حاضر بعد چند دقیقه از این راه هوایی میفوریم لبی بحر البته راهبالتی ما حاضر کساست که ما نهار میریم چخیل خوراک های خوریم گفتیم یک خوراکی تکی در تاجیکستان نباشد
نمیدونم در ایران هم خیلی خوراکی ها باشد که ما خوردگی نباشد. من برای همه شما با سلامتی برای کار من این خانهایی که در ساحل بحر ایران ها زندگانی میکنن بینید یکیش لباس شده است. فکرم اینا هندوها هستند برای خدمت بکنن. من الان مصره های جمع کنن اینجا جای لباس شویش جای تازه کردنش افغان و ایران اونم بسیار اینجا نه افغان کم کارگری میکنه، کارگر خدمت میکنه. خدمت میکنه. هندوها زیاد اینجا حاضر هندو بسیار نه هندو نیستن، اینا بندر عباس رنگشان سیاست. اینا جنوب ایران بندر عباس رنگشان پاکستانی ها هستن. هرمزگان استان هرمزگان بندر عباس. زبانشون فارسی هست. زبانشان عربی هست. عربی؟ آره. فارسی بلدن ولی زبان رسمیشان فارسی هست. درس فارسی درس میدن. عرب ها هم زیاد هستن اینجا. عرب ها توی آره دیگه خوزستان